خود گواردیولا باشد بعد آن موسم نافورم و بدون جایزه اخیراً دو دروازه خزینه شیخانه را در بازار فراختر گشاده کرد و بازیگران نامی را یکی از پس دیگر شامل ورزشگاه اتحاد میکند. منسیتی تنها در سال 25 از برای ترانسفرها 350 میلیون یورو مصرف کرده است و در چنین حال کجا ارتتا با آرسنال با چنین پولدارانی تاثیرگذار در راه چمپیونی برابری کرده میتواند. این دسته شیخانه اگر چند پیش ویرتس را در بازار از دست داد ولی همانا 4 بازیگری نوی دیگر شامل تیم کرد. اینجا گپسری تیانی ریندرز با عوض 70 میلیون یورو از میلان، رایان چرکی با ارزش 37 میلیون از الیمپیک لیون، رایان ایت نوری با نرخ 37 میلیون یورو از ولورهمپتون و مارکوس برتینلی از چلسی می رود. بیشترین خریدارهای نوی تابستانی البته که بازیگران جوان بوده. پپ هم اگر خود امروز و پگاه از دست رفته نیست ولی انیق آینده مستحکمی را برای سیتی بنیاد می کند.